حوزه‌ای که شما عزیزان متولیش هستید حوزه‌ای است که به عنوان حوزه پیشران همه بخش‌ها تلقی میشه و این یک تلقی کاملا درست و اصولی است. در فرمایشات مقام معظم رهبری هم تأکید بر انسجام ملی و اینکه حواسمون به مردم باشه، چون مرتباً تأکید فرمودن. ما در ابتدای دولت 14 با نگاه وفاق و البته اعتقاد قلبی و باوری که داشتیم این بود که حقیقتاً ما شرکت مخابرات ایران رو از خودمون میدونیم و ما همه یک خانواده ایم. این همدلیل و الحمدلله در واقع شاهد هستیم و امیدواریم انشالله این ارتباط نزدیک در ادامه مسیر هم بتونه کمک بکنه که این انسجام و همسویی اول در داخل خانواده ارتباطات به معنی واقعی کلمه رقم بخوره که من بسیار با آینده امیدوار و خوشبینم. اما اینکه مردم راجع به ما چه فکر میکنن و اینکه ما بیایم و کفش مردم و مخاطبمون رو بپوشیم و از زاویه دید اون به عملکرد خودمون نگاه بکنیم، این از اون مطلب اول شاید مهمتر باشه. و در این فضا و در این عرصه آن چیزی که نقش جدی ایفا میکنه رضایت مردمیه. ما در بحث پوشش روستایی این رو در واقع به عنوان یک تکلیفی برای خودمون دونستیم، اینکه این ارتباط رو بتونیم به نحوی شایسته و در شأن به مردم عزیزمون بدیم، اون اهمیتش از اولیه بیشتره. انتظار این است که انشالله همه در کنار هم به کیفیت و رضایت مردم در کنار کار توسعه‌ای در واقع باور داریم و انشالله این احتمال رو داشته باشیم که شاهد مخابراتی باشیم مثل دهه‌های گذشته در اوج و این دور از دسترس نیست. طبیعتاً در بحث پروژه فیبر نوری اگر که ما عمده نگاهمون به سمت اتصال هست، پیام ضمنیش هم همینه. پیام ضمنی اتصال رضایت مردم و باورمون اینه که مخابرات ایران یک سرمایه و یک دارایی ملی است و ما بایستی این رو فعال و مولد بکنیم. توجه به تولید داخل، حمایت از تولید داخل و از استفاده از این ظرفیت، اما ظرفیت واقعی.